السلام علیکم و رحمت الله. خدمت همه دوستان عزیز، امید که جور صحتمند و سرحال بوده باشین. دوستان عزیز، در دست پیرامون پیدا کردن ردیف تکراری در اکسل به شما تدریس خواهیم کرد. جزئیات تکراری یا ردیف های تکراری را چگونه پیدا بکنیم که بر ما مشخص شود. تنها صرف مطلب همیست که بر ما مشخص شود کدام ردیف ها با جزئیاتش تکرار شده. بسیار مهم است. اکثرا به خاطر حوالی بدل آشه محصلین پوانتونا که است، از پوانزهای مختلف لیست محصلین میاد. ممکن تعداد محصلین شامل بدل آشه شاید زیادتر باشه. بنابراین احتمال داره که یک شخص 2 بار یا 3 بار تکرارا در شیت درج شود. بنابراین به خاطر اینکه پیدا بکنیم یک راه حل باید داشته باشیم، وگرنه یکی دیدن بسیار برای ما مشکل پیش میکنه که یکی چگونه چک بکنیم. خود اکسل در اول امکانات کوچکی پیش از پیش داره تا اینکه کلمات تکراری و یا ردیف های تکراری که در اینجا هست پیدا بکنیم. به خاطر استفاده از امکانات پیشفرض خود اکسل، همون سیلایی که تکراری است را انتخاب بکنیم که انتخاب باشه بر ما حذف بکنه یا رنگ بکنه. بالای پیج لیاوت، بالای دیتا و به نام ریموو دوپلیکیتس. اگر بالای از کلیک کنم ریموو دوپلیکیت کلیک بکنیم، امی کالم بر ما چی کو پیدا کو. ای را چی کرد؟ انتخاب کرد و چند نفر تعدادی که در اینجا دوپلیکیت بوده پیدا کرد و حذف کرد. در صورتی که ما چندین سیل یا چندین رو را همزمان یک جای انتخاب بکنیم و بالای ریموو دوپلیکیت کلیک کنیم، اوکی، از اینجا برای ما چی میکنه؟ پاک میکنه. از این که راه بهتر و خوبتر هم داریم. به خاطر از اینکه از او راه خوبتر و بهتر استفاده بکنیم، بالایش انتخاب و در قسمت هوم در اینجا بعضی ادان هاست یا امو اپلیکیشن های اضافی که خود کمپانی مایکروسافت در ورد، اکسل و اکسس های تولید میکنه، این اینجا بر ما اضافه میشه. به خاطر دانلود یا گرفتن اپلیکیشن خورد بالای گیت ادنس کلیک میکنیم و در اینجا خودش فروشگاه داره. از اینجا میتونیم پیدا بکنیم. به کاتگوری های مختلفی تقسیم شده. از اینجا میخوایم مو اپلیکیشنی که ما نیاز داریم بر ما پیدا بکنه. در قسمت حذف یا حل مشکلات دوپلیکیت بر ما کمک بکنه. کلمه دوپلیکیت در اینجا ما نوشته میکنیم دوپلیکیت، انتر، و اینجا چنان چی است؟ دوپلیکیت ریموور. از اینجا بالای دکمه اد کلیک میکنیم و ما قبلا این را اضافه کردیم، نیاز نیست که این را اد بکنم. البته باید داشته باشین اگر میخواین این ادینس ها را اد بکنین باید شما اینترنت داشته باشین. کلوز. و از اینجا به نام ادینس و به نام دوپلیکیت ریموور یک اپلیکیشن اضافی است. انتخاب و اگر امی جدول کلا انتخاب بکنین این دوپلیکیت پیدا نمیکنه، در حالی که اینجا علی کمال و یکی دیگه در اینجا تکراری هست. انتخاب ما طور نمونه استفاده میکنم، انتخاب و کالم انتخاب میکنم کلا و next میگن دوپلیکیت پلاس فرست اکرنس next و ردیفایی که تکراری هست برای ما رنگ کو به رنگ بکنه. فینیش میگه چی؟ هیچی پیدا نکرد، دوپلیکیت نبوده، این تکراری نبوده، در حال در اینجا علی کمال و در اینجا هم کمال علی و اینجا هم کمال هم تکراری هست، اما بر ما پیدا نکرد. به چی دلیل؟ به دلیل ازی که اینجا شماره ها در اینجا چی نیست؟ تکراری نیست. شماره ها در اینجا تکراری نیست. پس اگر خواسته باشیم بر ما مهم هم امیست که جزئیات یک محصل یا جزئیات افراد باشه، بر ما این مهم است. شماره مهم نیست، چون شماره از 1 تا 21 تکراری نیست. از این خاطر هیچ رو را بر ما تکراری نگرفته. بنان صرف امو جدولی که میخوایم دوپلیکیتش پیدا بکنیم انتخاب و بعدم بالای ادنس و دوپلیکیت ریموور اسم ولد انتخاب بکنیم، مشکل نداره. کالمز و دوپلیکیت انتخاب میکنیم، next اینی میرنگ سیز فینیش و برای ما امو افرادی که تکراری با جزئیاتش تکراری هست در اینجا برای ما ورده. ببینید در اینجا سهراب فرزند کریم عنایت الله کامپیوتر 4 و اینجا هم چی هست؟ سراج کریم است، اما در اینجا سمندر کامپیوتر 4 تنها در اینجا ولدیت فرق میکنه. پس در اینجا تکراری نگرفت. بنابراین عملیاتی که توسط اپلیکیشن اجرا میشه 100% صحیح است.
اگر در صورتی که این خود 21 نفر در صورتی که 300 400 1000 2000 نفر داشته باشین به سادگی میتونین با مو جزئیات افرادی که به شکل تکراری اینجا در شده را پیدا بکنیم. دوباره بالای ادنس و دوپلیکیت ریموور، این قسمت کالم سے انتخاب و نکست، سیس دوپلیکیت و نکست. این بار میخوایم یک کالم دیگه ایجاد بکنه و تکراری بودن برای ما نشان بده. اد استاتس کالم و فینیش. اینمی ویلیو ها چی هستن؟ تکراری هستن. اینمی ردیفا. این به این شکل برای ما نشان داد. انشاءالله در مورد روش استفاده از هوش مصنوعی چت جی پی تی در فرم‌های ورد اکسل یک چند درس خواهیم داشت. امیدواریم که کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فشار بدین تا از درس‌های بعدی که به نشر میرسانیم خدمت شما قرار بگیره. تا درس بعدی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. شاد و موفق باشین. سلام علیکم.